السلام علیکم. امید دارم همگیتون جور و خوب و صحت و سلامت باشید. امروز در شهر آگادیر یک جای بسیار زیبا و دیدنی آمدیم. اینجا پارک کروکودیلا است که میری داخل و به طور زنده تمام کروکودیلا را میبینی و یکی از جایهای دیدنی کشور مراکش و شهر آگادیر است که هر کس که اینجا میآید یک دفعه اینجا باید بیاید. از او خاطر ما امروز تصمیم گرفتم که اینجا بیایم داخل بریم بر شما نشان بدم که در اینجا چی چیزایی است. اما تو که در پشت سر ما میبینین 100% اما تو یک کروکودیل دان خودم باز کرده، اما چی میگن در ورودیش اونمونجا است یا دروازه ورودی جایی که کروکودیل است همینجا است. من میرم برای شما نشان میتونم که داخل اینجا چی چیزا وجود داره. با ما باشین. تشکر که ولاگای مرا لایک کردین و کامنت های بسیار خوب دادین. ما هم دوست دارم که سفر کنم و برای شما جایهای خوب نشان بدم. البته اینجا از مرکز شهر تقریبا 15 کیلومتر دورتر است که نزدیک، اگر به یورو براتون بگویم، نزدیک 10 یورو شما میتونین از مرکز شهر تا اینجا بیاین. میریم داخل و میبینیم که در اینجا چی قصای دیگه هست که ما شما باید بفهمیم. البته اینجا میریم. بله، داخل که میاین و اینجا بسیار یک فضای همینطور خوب درست کردن و در اینجا شما تقریبا 90 درهم برای داخل شدن اینجا میتین که ما آمدم پیسه دادم که داخل برم ببینم. اینجا کسی که مسئولش هست و کلاهی بسیار خوب میتونین از اینجا بخرین و خلاص مطلب این طرف هم دکان هست که همین دکانش هست که پس هم از اون طرف که آمدم میایم نشانتان میتونم. در اینجا کسی هست که چک میکنه که مثلا همه فرند this is Gracias, hermano. thank you. You're welcome. بله، و بسیار البته یک فضای خوب داره. شما ببینین که اینجا چی یک حال و هوای خوب داره و من میرم که کروکودیلا را برای شما نشان بدم. البته یک کمک اول میخوایم پیش برم از حالا هوای اینجا کمک براتون نشان بدم از همین زیبایی که اینجا داره. بعد از او باز ما شما میریم کروکودیلا را میبینیم. اینقدر زود دیگه ما شما را نشان نمیتونم، اما چه خوب یک طبیعت زیبا درست کردن. بسیار مقبول است. یعنی اگر در این شهر شما بیاین اینجا را نبینین دیگه اصلا گپ خوب نمیشه. خب من اینجا اینجا راستی کروکودیلای اصلی را میبینید شما. واقعا زیباست. من خب بر اولین دفعه است که از نزدیک اینا را میبینم. واقعا چقدر زیاد آمد اینجا. ببینین اونجا واو. یعنی ما که بسیار خرد بودیم در افغانستان، در فیلم ها و در مثلا دیگه جاها میدیدیم، اما راستی که بسیار زیباست. من کمک دگام پیش میرم. شما را اینجا دیگه داخل سنگا خانهایشان است که داخل میرن، ولی از طرف روز من فکر کنم که بیرون مبراین و دوستای اینو برد شما یک کم دگام زومش میکنم.
اینجا رستوران امی جای است که اگر شما باز خسته میشین میتونین یک نوشیدنی و میتونین مثلا باشین که من فکر کنم یک دفعه باید اینجا برم. بسیار زیبا جور کردن. مثلا شما که اینجا میرین یک رستوران بسیار خوب و پاک و خوش رنگ است که همو در اینجا زیاد همی کاکتوس هم زیاد میبینین. همی درخت کاکتوس هست، گل کاکتوس هست، بسیار دیگه واقعا که جای بسیار خوب جور کردن. خب ما هم پسانتر حتما میایم یک چیز در اینجا میگیرم، ولی جالب است که بسیار قیمت های خوب داره. مثلا به یک سالاد بسیار خوب شما نیاز ندارین که 20 یورو بدین. در اینجا 90 درهم، یعنی که همون 9 یورو یک سالاد بسیار کلان و خوب، مثلا که یک کس میتونه بسیار خوب از اون سالاد لذت ببره. بله، در اینجا انواع و اقسام کروکودیل که همشون خواب هستن. من آرزو میکنم که یکیش را بره که من ببینم که بیدار هستن یا زنده هستن. ولی برای من واقعا ام خوشایند است، ام جالب است، چون اولین بار است که من اینا را از نزدیک میبینم. بله، برای من گفتن که اینجا جای مارها هسته. خب من را گفتن اینجا را چه کردی؟ من گفتم نه، گفت که اینجا برو. خب خدا خیر ما را پیش بیاره که در اینجا چی گپای دیگه پیدا میشه. من که میرم داخل. اینجا یک دروازه داره و اینجا یک معلومات هم درباره ایکس هست و معلومات درباره همین جای. ولی دوستا من خب باور کنین که میترسم کال کدام مار پیش رویم نبیه، ولی بیا توکل با خدا. من نمیفهم که نه ای دروازهش نیست، ولی با فکر کنم از دروازه دیگهش باید برم. این دیگه شما اینجا رو میبینین که چه خوب یک چیز جور کردن اینجا. من میرم داخل ببینم که در اینجا چی دیگه پیدا میشه. شما میبینین که در اینجا بسیار چیزای عجیب و غریب. حالا راستی مارا بسیار زیاد است اینجا. دوستا شما میبینین که یکیش در حالت بالا شدن است. واقعا برای من بسیار خوشایند است، بسیار جالب است. اینو دوستا دوستا ببینید در داخل یوکم جای بسیار زیاد هستن، یعنی واقعا که زیباست. یعنی اینجا اصلا من اینجا ایره توقع نداشتم، چون من فکر نمیکردم کی است. این دوستا یکی دیگهشون فکر کنم میگفتن مارک پست میته، ایام فکر کنم وقت پست دادنش است و یعنی بسیار جالب است دوستا. میشه که من از اینجا تیشم کمکی اون طرف برم. به نظرم که از این طرفم جالبتر و خوبتر معلوم میشه. واقعا برای ما جالب است. باور کنید دوستا، این یکیش بیدارم شد، مثل کروکودیلا خواب بودن، حالا ای هم بیدار شد. اینجا همه کسایی که به اینجا میاین اونا میبینن علاقمند هستن که بیاین اینجا. دوستا سعی کنید که چیه براتون پیدا کنید.
ببینین دوستان من مطمئن هستم خوب صحیح معلوم میشه دیگه. البته کمره ما همه قدر میتونه بگیره. یک دانه کلانش بود که بیشتر بالا رفت. من نمیفهم که ولی ایام حداقل یک 3 متر خواسته باشین. من کم دور برم ببینین دوستا. نمیفهم لایت خوب نمیایه ولی بسیار 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 برای من جالب است. باور کنین. این هم یکی دیگه است که به حالت خواب است. بله این هم آبشار است که پیشتر نشان دادم ولی حال بدون خودم است. بسیار یک احساس خوب داره که شرشره او صدایش آدم میشنوه. بله جای بسیار مقبول، مثلا داخل کور تزیین کردن، مقبول درست کردن دیگه. اینجا مقبول است راستش. بسیار تزیین مقبول کردن، خصوصا کسایی که میخواه بازی کنن. البته اشتکا میتونن اینجا بالا برن پایین برن و داخل هم بسیار یک فضای سبز و خوب است که آدم داخلش میگرده. راستی براتون بگویم بسیار جای بزرگ است. من فکر میکنم بسیار جای خرد است دیگه. ایام معلومات همین منطقه که آدم میتونه داخل شوه. جای بازی برای اشتکا و فضای سبز که آدم میتونه دی چی میگن دی طبیعت زیبا قدم بزنه. یعنی اینجا تنها بخش کروکودیلا نیست. آدم میتونه که حس و حال خوب، شمالک بسیار خوب، درخت های بسیار خوب، یک پیاده روی بسیار خوب میتونه آدم بکنه. اینجا ما چی میگن همراه از این ما یک وقت بولونی درست میکردیم در خانه. اینجا بله حال یادم آمد این همی درخت هاییست که این درخت های نیزه های بسیار بزرگ ازش هر چیز درست میکنن. در اینجا از این نیزه های بسیار بزرگ باز در اینجا همراهش میز کار است که پس در این فضای مقبول و قندول اینجا من نمیفهم در اینجا چی پیدا میشه ولی واقعا بسیار بسیار زیباست. هم جایش هم فضایش هم چیزایی که اینجا پیدا میشه هیچ براتون گفتن نمیتونم که چی یک احساس خوب بر آدم میده. و او هم همون شرشره که پیشتر ما از اون قسمت آمدیم تا به اینجا و خوب یک شرشره مقبول جور کردن. شرشره از داخل دیدیم ما شما و از بیرون نه. یا فضای بیرون شرشره که مثل یک کوگک، مثل یک تپگه که بسیار مقبول تزیین کردن که بسیار بر آدم حس و حال خوب میده. اینجا اینجا پرندگک های بسیار بسیار زیبا و خندول است. بله
اینجا معلوماتی که اگر شما درباره اینجا میخواین بفهمین که اینجا چی نوشته، ویدیو رو پاوز کنین یا استاپ کنین بخوانین. من دیگه حوصله ندارم که بخوام. بسیار یک حس زیبا بر آدم میده. این طرف هم به مثل یک پارک بسیار زیبا میمونه که بسیار تزیین مقبول کردن. گلای رنگارنگ و درختای بسیار زیبا و این طرف هم کروکودیلای بسیار 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 زیاد در حالت خواب دیدن هستن. دیگه کروکودیلا را خب بسیار زیاد دیدیم ما شما در ویدیو، ولی بازم براتون نشان میدم بخاطر که اصلا این پارک به نام کروکودیلا است دیگه، ولی ای که داخلش چیزای بسیار خوب دیگه تزیین کردن. من واقعا غافلگیر شدم. اینجا شما میتونین که همراه فامیل بیاین و بشینین و از این فضای مقبول لذت ببرین. تمام گنجشک‌های خوش صدا، تمام پرنده ها، کلش، یعنی از هر چیز در اینجا لذت میبرین شما. چوکی هم بسیار بسیار خوب جور کردن دیگه. فکر کنین اینجا آدم بشینه و چی یک احساس خوب داره که اینجا شما میشینین و تمام پارک میتونین دیده و بسیار یک حس و حال خوب براتون میده. آدم 5-10 دقیقه اینجا بشینه تمام خستگی روزش میره. این مثل آینه میمونه. کنی اینجا یه دختر خانم دست مرا خینه میکنه. بله دوستا، دختر خانم مقبول با لباسای بسیار مقبولش برای من خینه کرد و من ازش اجازه گرفتم، گفتم میتونم که فیلم بگیرم از این که خودت خینه میکنی؟ گفت چرا نه. و بسیار مقبول، یک خاطره از اینجا است. و این درخت ها رو ببینین که این بسیار زیباست به نظر من. یعنی این درخت نمیتونم گفته. این رو ببینین، یک من عیفم نام از این بطره، ولی چقدر زیباست که هیچ ریشه نداره ولی هنوزم سبز است. و همینطور اینجا چیزای دیگه هست، شادیگک های بسیار خرد است دوستا. میفهمین؟ شادیگک های بسیار قندول است اینجا. واو، بسیار قندول هستن. میفهمین؟ بسیار چوچه هستن، خرد هستن.
من نفهم از کدام بله ببینین اما تو که مرا از پیشککای بسیار خورد خوشم میایه سعی کنین چقدر قندول هستن یا غذا میخورن بسیار زیباست اینجا دگرایش هم هسته سعی کنین ولی اینجا جالب است که قندولک غذا میخوره سعی کنین چقدر زیبا غذا میخوره واقعا عالیست واقعا عالیست سعی کنین چه خوب راه میره بسیار چوچگکش از یک دانه چوچگکشون پیدا کردیم سعی کنین بسیار خورده است بسیار زیاد خورده است برابر یک موشک کلانتر بسازین سعی کنین آمد نزدیک اصلا باورم نمیشه دوستا بسیار شیرین هستن میفهمین بسیار زیاد بسیار خورده است بسیار زیاد یک خورده است سعی کنین قندولکه دیگرایش هم ساتری میکنه سعی کنین زیبا و طبیعی است دوستا اینی قندولکش هم بالا میایه این شیشه چیز میکنه باشین اینمی خوب رفیق ما شده اینمی یک خوب رفیق ما شده اینجا آمده به خاطر ما اینجا غذا میخوره که ما در ویدیو بگیرمش مرا خوشم آمد دوستا باور کنید اینجا کمک بزرگترایش هسته باز ات یک خانه برشان جور کردن که اینا میاین چکر میزنن در این خانه سعی کنین دوستا بسیار خوبش خوشم آمد با خدا بله اینجا باز پس میایم طرف کروکودیلا دیگه هر جایی که شما میرین در هر طرف هر طرف خانه از این امین هسته باز خوب چیزایی است که مثلا مواظبت میکنه که اگر کروکودیلا خیز کنن یا جمپ کنن یا برای من بسیار جالب است حتما اگر خوشتان آمد برام بنویسین که ویدیوی خوبه بود در مجموع بسیار 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 حالا هوای آدم خوش می سازه اینمو چی میگن اسکلیتایش هست و هر کدامش مثلا معلوماتم درباره‌اش نوشته شده و من چون خواندن نمیتونم به زبانه این امو سرایش هست و ستون فقرات کروکودیل یا بزرگترین سر یکی از کروکودیلا و اونجا هم در عکس‌ها بسیار خوب شما میتونید ببینید که کروکودیل چه رقم مثلا سرغانایش هست و قبرها و مثلا ستون فقرات و مثل یک موزیم واره دیگه ایده درست کردن و این طرف که میم بسیار خورده چوچایش هسته فکر کنم که بسیار خورده هستن یعنی دیگه بسیار خورده هستن اینا برای مراکش و شهر آگادیر آرزو میکنم از این ویدیو خوشتان آمده باشه من خود لذت بردم خوشم آمد و کیف کردم خواستم از
از جای زیبای اینجا. راستی یادم رفت خینه بسیار خوب برام دختر خانم تحفه داد، ولی من برش یک مقدار کمک کردم بخاطر که من خواستم که در ویدیو باشه و این خینام بسیار به من یک خاطره خوب شد و در کل و در مجموع یک جای بسیار خوب است و من برای شما پیشنهاد میکنم که اگه اینجا آمدین و سفر کردین 100% بیاین کروکودیل پارک ببینین و بسیار لذت میبرین. این ویدیو رو در اینجا من ختم میکنم. تشکر یک جهان که سپورت کردین، حمایت کردین و مرا در پلی موسیقی و کارهای هنریم در ولاگ و در یوتیوب هم همراهی میکنین. بسیار روشنی است. عینکای من نماندم، گفتم باش اما مستقیم همراه شما گپ بزنم. تشکر، شب و روزتان خوش. حتما ویدیوهای دیگه و ویدیوهای زیبای دیگر هم براتون از شهر اگادیر نشر میکنم یا ثبت میکنم که بسیار چیزهای خوب دیگه در راست بخیر. تشکر، روزتان خوش، خدا نگهدارتان.